اما همین مردم مقاومت فلسطین رو تحسین میکنن، تمجید میکنن. ما امیدواریم، امید ما به لطف الهی و به نصرت الهی تمام نمیشه. در همین آیه شریفه فرمود و ان الله علی نصرهم لقدیر. در آیه دیگه فرمود و لینصرن الله من ینصره. این تأکید الهی است. نصرت الهی انشاءالله شامل حال مردم فلسطین خواهد بود و دنیای اسلام به لطف الهی نابودی غده سرطانی صهیونیستی رو به چشم مشاهده خواهد کرد.